assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar aziz, birodarlar qadrdon, degan nمیدونم کی را باور کنم و چی گفته گپ زنم. من همچه یک شهروند گپ میزنم، نه اکتیور، نه حاجی، نه هیچ، یک شهروندی عادی به مثل شما. اگه کی را مسلمان گفتم و باور کنم که من یک ویدیو پافتم 13 چند کامنتاره، 13 هم 13 چند کامنتاره، همه ای مادر حقارت کرده گن. در مسلمانی در کجای کتاب قرآن اومده که ای مادر یک از دیگه حقارت کرد. در کتاب قرآن اومده که مادری تو مادری من، مادری من، مادری تای. چی با مادر ختون حقارت میکنین؟ یکم سوالم چی با ختون مادر ختون حقارت میکنین؟ ای پشت اما دو تا تروریستی که خیستیان علی حاجی میرزا گپ زدن، خیستیان دیگه و دیگه. ای مرا نمی‌دونن که تو یک بیسوادی گام بزن. من بیسوادم باشم، لیکن دیدگیم شکر خدا زیاده 50 بار مسکو رفتم، زیاده 11 12 بار ازبکستان رفتم، تمام جا را گشتم، 4 5 بار شکر خدا خونه خدا هم رفتم دیدم. عربستان کوچه به کوچهش همین سعودی جای خونه خدای مدینه کوچه به کوچه پیاده در قدای کوچهش خور رفتگیم، دیدگیم تماشا کردیم که چی گپای چی حالای. مسلمان شما تروریست فرق میکنین؟ این سیاست پیشوای ملت ما یک پیشگیری ای، یک چیز نقلتون میکنم ایتون نبگوین. سالای در ارمیا بدم یک جاده جنگ شید، گفتن ها بدم این جنگ کسی درآمده، میریم ما اوسپید نکردیم، حالا تینج کردن من ندیدم، میگم شنیدم که هم خیلی شید میروان همه سطر دورم میگن، هم خیلی چشماشون محکم میگن، خیلی پانی درن، هم برانجلت زدگی، مینا پینا بمب زدگی، ای گرانیسا قپیدن شما پرستارید که همیان ما رو کی ما سالداد بدونم خیلی رو ببینم یک میگه چه جوانه این مسلمانان بیو با خودم به دست خودم پیش میکنم، میدارم وست تاجیکستان ترک کنم، وزیریف میتن زن خواهرامون دخترامون میگیرن میروند. این قانونی زندگی همیه. ای دین مبین اسلام استفاده میبرن، چیکار میکنن؟ ترکت میکنن، ترور میکنن، میگیرن میبرن. او خوجای خارجی دارن، خوجای کیمچی دارن. انا ما تو مسلمانان خیلی نکن مسلمان نمی الحمدلله مسلمان میگیم، نکیم در تای او سطر چی کارو شده است. او میگن که پایان بالا سطر پایان کینوتئاتر پر شده هم خیلی. کی را باور کنیم دیگه؟ کی را جناب علی دیگه ملیسا کی را باور کنن؟ اینا ما حوزینم که شما پادپیسچکای من قطعی من شاورز هر روز میدونم که من کجا رفتم کجا خمیدم. ای حوجی دیل مایتمون، ای دوست منو ته اکتیوری ته گام مزنی خیلی کارور دیل مایتمون. و کدامی تا باور کنم؟ ترا یا که او را کی را باور کنم دیگه؟ در همین دنیایی که حوزی عین حال ما وجود داریم، زندگی کرده استودیم، کی را باور کنیم؟ کی را ای مسلمانو کی را باور کنیم؟ برای همین که هیچ کار باور نکنین، ساده نشین. چقدر امپراتور ای تروریستا برهم دادگان، چقدر دولت‌های ابوالقدرت برهم دادگانیو برای ای سو استفاده بردن دین مبین اسلام. بینین یک فول بینه کار بینین چیکار میکنن؟ نه دین دارن، نه مذهب دارن، نه چه این قریش مونده یو بسم الله الرحمن الرحیم گفته فول میبینیم، گفته لغا کلیسا بالای زن و خواهر یک کسی دیگه دا. این خطون هر روز در تلویزیون در شبکه‌های اجتماعی دیدین که یک ملایی که ایدر میخمونه، هم دو ملا گفته حرمتش میکنیم بی چیکارو میکنن. برای هم قصودا نشین. ای مردم، این پیشگیری که همین زن ایمرد بشنوس ساتر که خیلی میکنی که همین زن بدنت معلوم شوه، همین ساتر زن بدنت معلوم شوه. این تنه که خیلی کنی که دیگه هم چشم دو تا دیگه ندونم درند مرد ای زن ای. من همون سال 2008 دیگه اعتقاد همین ساتر گشتگی ای که برای چی؟ من نمیگم که محکم کنین. همون تروریستو هم خیلی کرده در اومدن قریب تاجیکستان های دست میدودین. حوزی که من خدمت که نیستم نمیدونم، ممکن که هر روز هم خیلی میشه، که میشه مجبورن قانون کنن که همین کارا رو من کنن دیده شود، دیده بروین. این قانون سیاست هیچ کی نمیدونه، سیاست دولت هیچ کس نمیدونه، این هم خودشون میدونن. برای همین که شما در کمیتر این مادر مرا حقارت کردین، یعنی مادر اختون حقارت کردین، دیگه جای گپ نیست. حاجی میرزا رو شما حقارت کردین. حاجی میرزایی که چقدر سالا برای دین مبین اسلام ریشه سفید کرد، به ایامی یوشیش ریشه‌اش سفید کرد در همین بورا. شما خیسین در یک مینوت 2 کس
ده کسی که افغانستان برآمدگی نیستن نمیدونن چی گپه همین فقط الله اکبر گفتگان تمام نمیدونن ولی برو خوش رو بپرس آخی دالی گپا رو گپ زنی با گپ میبرویا برای همین کلاتون کار بفرمایید هر یک مسلمان باید کلاش کار بفرمایید مسلمانی کلات کار بفرما پیش یک گپ زدن بخدا دیگه نمیدونم چی بگم در کارتون بزید برادرای مسلمانی ما کارتون بزید احتیاط کنین که در این یک زمان هست که همه چی را یک جایی کرده استین همه چی را شوریده استین این همجی می الله اکبر میگه فکرش دیگه چیه کجا میره چی کارهای دیگه رو به سر میبره برای همین یک جایی شیم یک مش شیم تاجیکستان آباد مونه بازم آبادتر و عزیزتر بکنیم برای خودمون کنیم هیچ که فکری مغوتر نمیکنه فقط میویا خورد خوراک تا میگیره زن و کودک تا تجاوز میکنه میخزه میره ایره ایتون نبرین زنده و سربلند باشین دیگه خیلی حقارتای بزرگ نکنین کسی که حقارت کنه ما میدونیم که او آدم نیست او مسلمان هم نیست یکم مسلمان حقارت نمیکنه یکم مسلمان حقارت نمیکنه برام که حقارت کردی значит تو مسلمان نیستی خطا مسلمان نگی رنگ اونموی چیست اونمو همه حقارت کردیم اونموی تمام دیگه خدا یارو مددگاری همه ما و شما